رقیه حیدری دختر 21 ساله افغانستانی درست بعد از 6 هفته از عروسیش توسط همسرش به قتل رسید و همسرش سر او رو برید. ظاهرا این عروسی و ازدواج اجباری توسط خود مادر رقیه توی استرالیا اتفاق افتاده. اگه شما هم دوست دارید از جزئیات این پرونده با خبر باشید، پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو با من همراه باشید. سلام رفقا، خوش اومدید به کانال خودتون. من مهدیس هستم. تو این کانال با همدیگه پرونده های جنایی واقعی ایرانی و البته خارجی رو بررسی میکنیم. پس شما هم اگه به این نوع محتوا علاقه دارید، خوشحال میشم که کانال من رو سابسکرایب کنید و حتما برای انرژی دادن به من لایک کنید و کامنت بذارید. جنایت امروزمون ما رو میبره به کشور استرالیا و البته یک دختر افغانستانی و خانواده‌اش. این دختر اسمش رقیه بوده که ظاهرا توی افغانستان به دنیا اومده و بزرگ شده توی یک خانواده کاملا مذهبی و رقیه و خانوادهش زمانی که رقیه 16 سالش بوده به استرالیا و ایالت ویکتوریا و شهر شپرتون مهاجرت میکنن. رقیه حیدری خیلی از این مهاجرت خوشحال بوده، همیشه با خودش فکرهای خوب میکرده که با این مهاجرت من زندگیم تغییر میکنه، قرار کلی درس بخونم، کار کنم، دانشگاه برم، دوستای خوب پیدا کنم و خیلی حس مثبتی به این موضوع داشته. البته توی نقطه مخالفش دقیقا خانوادهش و مخصوصا مادرش بودن که بعد از مهاجرت اونا همچنان عقاید خودشونو داشتن، با اینکه توی همچین کشوری زندگی میکردن و خیلی سرسخت بودن. زمانی که رقیه و خانوادهش به استرالیا میرسن و خونه میگیرن، کم کم مدرسهشون شروع میشه و میگم خیلی رقیه خوشحال بوده از اینکه قراره یه مسیر جدیدی توی زندگیش باز بشه. توی مدرسهشون با یه دختری به اسم ابی آشنا میشه که خیلی با همدیگه دوستای صمیمی میشن و خیلی از ابی خوشش میومده، دوست داشته که مثل اون حرف بزنه، مثل اون آزادانه تصمیم بگیره، حالا توی رشته دانشگاهیش، توی درسش، توی کارش و حتی توی انتخاب دوست پسرش، یا اینکه بخواد انتخاب کنه ازدواج بکنه اصلا یا نکنه. یکم که میگذره دوره دبیرستان رقیه با اون دوستش ابی و حالا بقیه دوستاشون دیگه رو به اتمام بوده و دیگه نزدیک به فارغ التحصیلی بودن که همچنان همونطور که قبلتر گفتم خیلی خوشحال بوده از اینکه میتونه دوره دبیرستانش رو تموم کنه و وارد دانشگاه بشه و حس میکرده که با ورودش به دانشگاه میتونه یه آزادی بیشتری داشته باشه، حالا توی تمام انتخاب ها و تصمیم ها نظرش، و خیلی خوشحال بوده که میخواد دانشگاه بره و کار بکنه. ولی متاسفانه تو همون تایم نزدیک شدن رقیه به فارغ التحصیلیش یه اتفاقایی میافته که همه چیش عوض میشه، کل زندگیش عوض میشه و مادرش باش مخالفت میکنه که تو لازم نیست دانشگاه بری، درس بخونی یا کار کنی، تو باید دقیقاً با همون کسی که من برات انتخاب کردم ازدواج بکنی. و رقیه جا میخوره، شوکه میشه، آخه مگه میشه، من دلم میخواد درس بخونم، کار کنم، واقعا آمادگی ازدواج رو ندارم و دلم نمیخواد با کسی که نمیشناسم و تو داری واسم زوگ رو اجبار میکنی ازدواج کنم، مگه میشه همچین چیزی. حالا با همدیگه بریم ببینیم این آقای داماد که مادر رقیه انتخاب کرده که بشه شوهر دخترش کی بوده دقیقاً. اسم ایشون محمد علی حیدری بوده. البته بعضی از خبرگزاری‌ها حیدری و حلیمی گفتن ولی اکثرشون حیدری بوده. من اینو دقیق نتونستم پیدا کنم ولی همونطور که گفتم بیشترشون محمد علی حیدری گفتن، نه محمد علی حلیمی. ولی در هر صورت ایشون هم اهل افغانستان بوده، افغانستان به دنیا آمده و بزرگ شده و وقتی که خیلی حالا کوچیک‌تر بوده طالبان پدرش رو به شکل وحشتناکی به قتل میرسونه و بعد از قتل پدرش محمد علی مهاجرت میکنه به پاکستان. یه چند سالی پاکستان بوده و ظاهرا تو سن 17 سالگی سال 2011 از طریق حالا راههای آبی و زمینی و قاچاق خودش رو به کشور استرالیا میرسونه. محمد علی تو یکی دیگه از شهرهای استرالیا زندگی میکرده که اسمش پرت بوده و فاصله خیلی زیادی با رقیه داشته. ظاهرا اون راننده اوبر بوده و علاوه بر اینکه حالا راننده بوده توی یک کارخونه هم کارگر بوده که اون کارخونه تو شهر خودش بوده، یعنی شهر پرت.
و کلا فاصله زیادی داشتن. حالا یه کوچولو برمیگردیم به زمان حال که دیگه چیزی به فارغ التحصیلی رقیه نمونده و ظاهرا داره به عروسی هم نزدیک میشه و تو مدرسه خیلی با ابی صحبت میکرده، میگفته که من اصلا دوست ندارم ازدواج کنم، من این آقا رو نمیشناسم، اصلا دلم نمیخواد که این کارو بکنم. آخه چطور ممکنه با یه غریبه که شاید 2-3 بار بیشتر ندیده باشیش بری ازدواج بکنی؟ ولی هر چقدر پافشاری میکنه، مخالفت میکنه، هیچ کدومش کارساز نبوده. مادرش خیلی بیشتر از اون پافشاری میکنه که نه، این بهترین کیس برای توه، این مرد خوبیه، این پسر خوبیه، باید باش ازدواج کنی. و ظاهرا خود محمد علی هم توی ابتدا و در ظاهر مرد بدی نشون نمیداده و حتی خانواده بدی هم نداشته. در نهایت رقیه 21 ساله و محمد علی 46 ساله در نوامبر 2021 با همدیگه عروسی میکنن که البته عکس و فیلمای خیلی خوبی در نیامده ازش، به خاطر اینکه چهره عروس خانم کاملا مشخصه که چقدر ناراحته و ظاهرا اینو محمد علی فهمیده، ولی انگار واسش مهم نیست و نمیخواد به رو خودش بیاره. انگار اینجوریه که اوکی، ناراحتی که ناراحتی، تموم شده رفته، تو الان زن منی، باید زن من باشی. و کلا همطور که گفتم فضا و جو عروسی خیلی سنگین بوده، مخصوصا از طرف رقیه. ولی خوشحالترین آدم اون جمع و آدم اون مهمونی مادر رقیه بوده، یعنی سکینه محمد جان. خیلی از انتخابی که واسه دخترش کرده بود خوشحال بود و ظاهرا به عنوان جهاز حدود $15,000 از محمد علی پول گرفته بوده. ظاهرا همون شب بعد از عروسی رقیه توی اسنپ چت یه ویدیو از خودش میگیره و برای دوستاش میفرسته و یه جورایی اون ویدیو میشه آخرین ویدیو و آخرین خبری که رقیه از خودش به دوستاش میده و کم کم رابطهش با همه قطع میشه. هر بار که محمد علی میخواسته بهش نزدیک شه و بهش دست بزنه و حالا با همدیگه رابطه داشته باشن، هر بار که این کار رو میکرده رقیه مخالفت میکرده و بهش این اجازه رو نمیداده و یه جورایی کم کم این داستان محمد علی رو اذیت میکنه و خب بالاخره اونم یه فکرایی تو سرش میزنه که بخواد یه کارایی انجام بده. قبل از اینکه در ادامه توضیح بدم که چه اتفاقای وحشتناکی میفته، دوست دارم یه فلش بک کوچیک بزنم به عقب، یعنی دقیقاً آگوست 2019، زمانی که رقیه تصمیم میگیره به پلیس استرالیا زنگ بزنه و از شرایط و وضعیت خودش بگه که دارن مجبورش میکنن با یه آدم غریبه ازدواج کنه. ظاهرا ازدواج اجباری توی استرالیا ممنوع بوده. فکر میکنم تو بقیه کشورهای اروپایی هم همین جوری باشه. رقیه تو اون تماس حدود 3-4 ساعت با 2 مأمور مختلف صحبت میکنه، از شرایطش توضیح میده و میگه که من این آقا رو نمیشناسم، نمیخوامش و اصلا الان شرایط ازدواج ندارم، دوستم درس بخونم. اون 2 پلیس بهش قول میدن که ما هر جور شده کمکت میکنیم و کلی بهش امیدواری میدن و یه جورایی انگار رقیه خیالش راحت شده که قرار از مثلا یه چیزی به اسم پلیس ساپورت بشه. بعدترها که با برادر رقیه مصاحبه میکنن، اون توی مصاحبهش میگه که دیگه مثل رقیه قبلی نبود، دیگه مثل قبل نمیخندید و اصلا انگار شادی از زندگی و صورت و چهره و وجودش رفت. البته به این نکته هم اشاره میکنه که ما از محمد علی چیز بدی ندیدیم، خودش خیلی مرد خوب و آرومی به نظر میرسیده، خانواده‌اش هم همینطور، ولی زمانی من احساس ترس کردم که داشتم با رقیه حرف میزدم و رقیه بهم گفتش که بهتره که دیگه به من زنگ نزنید و اون زمان بود که من یه چرای بزرگ توی ذهنم سبز شد که چه اتفاقی افتاده که خواهرم داره میگه به من زنگ نزنید. تو همون تایم محمد علی وقتی یه روز از سر کار برمیگرده خونه، میبینه که وضعیت خونه و زندگی خیلی آشفته است و رقیه هم خوابه. تصمیم میگیره که یه ویدیو بگیره و تو اون ویدیو شروع میکنه به خورد کردن رقیه که میگه رقیه چرا کار نمیکنه، چرا ظرف نمیشوره، چرا برای من غذا درست نمیکنه، چرا مثلا برای من لباس اتو نمیکنه و وظایفی که یه خانم خانه‌دار داره رو انجام نمیده. انقدر تو اون ویدیو لحنش با عصبانیت و شدید بوده و انگار میگم حس تحقیری و خورد کردن رقیه رو داشته. این ویدیو رو هم به این اشاره کنم که ارسال میکنه برای خانواده رقیه و وقتی که برادرش این ویدیو رو میبینه و اون صدای محمد علی رو میشنوه که مثل همیشه نبوده، خیلی عصبانی بوده، ترس وجودش رو میگیره و تصمیم میگیره که زنگ بزنه به رقیه ببینه همه چی سر جاش هست، همه چی خوبه یا نه. ولی هرچی تماس میگیره متاسفانه رقیه جواب نمیده، برای همین مجبور میشه که زنگ بزنه به محمد علی
وقتی با محمد علی حرف میزنه و بهش میگه که این ویدیو یعنی چی، منظورت چی بوده، چی شده آخه. محمد علی هم کلی عصبانی میشه و بهش میگه که به تو چه، دخالت نکن، این زن منه، به شماها ربطی نداره و کلی فوش و بد و بیرا بهش میگه. تو همون بین رقیه از خواب میپره و به محمد علی میگه با کی داری حرف میزنی، به کی داری فوش میدی، چرا داد میزنی، چی شده؟ و ناگهان صدای داد و بیداد و دعوای رقیه و محمد علی میاد. همون لحظه محمد علی تلفن رو قطع میکنه و خب یه دلشوره عجیبی تو وجود برادر رقیه رو میگیره و همش استرس داشته که نکنه یه وقت خدای نکرده اتفاق بدی بیفته. ظاهرا بعد از 9 دقیقه محمد علی زنگ میزنه به برادر رقیه و بهش میگه که پاشید بیاد اینجا، جنازه خواهرتون رو بردارید و برید. تاکی که برادر رقیه بوده جا میخوره، تعجب میکنه که یعنی چی. و ظاهرا محمد علی تو این 9 دقیقه که وقت داشته میره تو آشپزخونه، یه چاقو بر میداره، میاد 2 بار گلوی رقیه رو میبره. متاسفانه رقیه غرق در خون میشه و جونش رو از دست میده. محمد علی رقیه رو وسط آشپزخونه رها میکنه و با همون وضعیت بد و لباسای خونی که داشته خودش رو به اولین مرکز پلیس میرسونه و خودش رو معرفی میکنه و میگه که من زنمو کشتم. محمد علی تو همون روزای اول تو اعترافش میگه که من میدونستم که رقیه منو دوست نداره، منو نمیخواد، ولی خب به این موضوع اهمیتی نمیدادم و اصلا برام مهم نبوده. گفتم بالاخره به این شرایط عادت میکنه، ما باید با هم ازدواج کنیم و این انگار مشکل اونه، باید خودشو وقف بده با این شرایط. ولی بعدها این جمله هایی که گفته رو توی دادگاه کلا گردن نمیگیره و رد میکنه و میگه که نه، من اطلاع نداشتم که رقیه نمیدونسته و مخالف بوده و از این حرفا. اگر میدونستم مخالف بوده که باش ازدواج نمیکردم. محمد علی به این اشاره میکنه که رقیه با این کاراش منو نادیده میگرفته، اینکه بهم توجه نمیکرده، اهمیت نمیداده، واسم غذا درست نمیکرده، نمیذاشته من نزدیکش بشم و به عنوان شوهرش باش رابطه برقرار کنم. من با این کارم میخواستم بهش بزرگی و مردونگیمو نشون بدم که قدرت من از تو بیشتره و من هر بلایی که دلم بخواد میتونم سر تو بیارم و برای همین اونو کشتم. در نهایت محمد علی به حبس ابد محکوم میشه، البته با امکان آزادی مشروط بعد از 19 سال. دومین متهم سکینه محمدجان یعنی مادر رقیه بوده که خب باعث شده به زور دخترش ازدواج کنه و این ازدواج اجباری نقض قوانین استرالیا می شده و باید مجازات می شده. طبق قانون استرالیا حکم ازدواج اجباری حدوداً 7 ساله که میگن برای مادر رقیه به 3 سال کاهش پیدا کرده و باز مجدد این 3 سال به 1 سال کاهش پیدا کرده و میگن بعد از این 1 سال استرالیا ویزاشون رو لغو میکنه و مادر رقیه باید به افغانستان برگرده. ولی متاسفانه من تو خبرگزاری ها نخوندم که الان دقیقا چه اتفاقی افتاده. دوره حبس ایشون تموم شده، گذشته و ایشون رو برگردوندن به افغانستان یا نه. اگه شما از این موضوع خبر دارید خوشحال میشم که تو کامنت ها واسه من و بقیه بچه ها بنویسید. البته توی دادگاه ها باز هم همچنان مادر رقیه عقب نکشیده بود و باز هم میگفت من از انتخابی کردم راضی بودم، به خاطر اینکه رقیه قبلا یه ازدواج دیگه داشته و ارزش دختر بودنش رو از دست داده بوده، برای همین محمد علی بهترین کیس و گزینه خوبی بوده واسش. ظاهرا تو سن 14-15 سالگی رقیه باز هم مادرش اون رو مجبور میکنه با یه آقای دیگه ازدواج کنه و به عقد مذهبی غیر رسمی ایشون در بیاد. اون ازدواج قبلیش هم 2 سال طول میکشه، ولی واقعا معلوم نیستش که این مادر تو ذهنش چی میگذشته. آخه 2 تا ازدواج اجباری، اونم تو سنهای کم، و واقعا نمیفهمم چرا. انگار کینه داشته از این دختر و دوست داشته انگار زودتر از دستش خلاص بشه. حتی زمانی که رقیه و محمد علی با هم دیگه ازدواج کرده بودن و به شهر پرت رفته بود برای زندگی کردن، ظاهرا یه بار برمیگره به شهر قبلی خودشون، یعنی پیش مادرش اینا، که بهشون سر بزنه. تو اون سفر کوتاهی که حالا به شهر قبلیش داشته پیش مادرش، به مادرش میگه که تو رو خدا بذار من پیشت بمونم، نذار منو ببره. ولی مادرش باهاش خیلی مخالفت شدید و بدی میکنه و بهش میگه که تو حتی اگه کشته بشی هم باید بری و جنازت برگرده. همچین چیزی ما نداریم که تو بخوای بمونی و دیگه بر نگردی و بخواد مثلا جدایی دوم صورت بگیره. امروز با هم دیگه یه پرونده خیلی وحشتناک رو بررسی کردیم و آدم واقعا بعضی موقع تعجب میکنه که مثلا
دیگه آدم حداقل از مادر خودش، پدر خودش، خانواده خودش انتظار یه سری کارا رو نداره. ازدواج اجباری، اونم تو این دوره، اونم توی کشوری مثل استرالیا، واقعا خیلی عجیبه. و یه چیز از همه بدتر که من خیلی تعجب کردم و چیزی راجبش پیدا نکردم این بود که چرا اون دوتا پلیس هیچ کاری واسه یه رقیه نکردن. همون دوتایی که رقیه باشون 3-4 ساعت حرف زد، اونا گفتن ما پشت تیم حمایتت میکنیم و بهش قوت قلب دادن، ولی ظاهرا در نهایت کاری نکردن واسش. متاسفانه این داستانهای ازدواج اجباری رو ما تو ایران هم خیلی داریم، مخصوصا تو شهرستانهای کوچیک و روستاها، که امیدوارم روز به روز کمتر بشه و خدای نکرده ما اصلا این داستانا رو نشنویم و امیدوارم که همتون در پناه خدا و دور از اتفاقای بد باشید. تا ویدیوی بعدی، فعلا خداحافظ.